همچنین اگر هنرمند خودم گیرم اون چیزی که در دل من بود و در قلب من بود و من میخواستم که او را روی صحنه بیارم، اما اونا قریب که نشدن، بسیار نشدن. لیکن اون چیزی که باوری کردن خوب و گنده روی صحنه آوردم تا جایی که در دل مردم جا گرفت نگرفت. این حواله به تماشابین. نه به شک آن چیزی که شما فریدید در دل مردم که شما خود را در آن نسنجیده باشید. نه تنها در صحنه، در حیاتم در همه چیزا دست میزنم. از بعضیش راضی میشم، راضی هم که نشم خودم تسکین میدیم که چوب همین کار دیگران میکنند چوب من نمیتونم، منم باید کنم چون که منم انسانم. بله. برای همین در همه کار من دست میزنم. من در این سن سال باید که نقشای بسیار جدی، نقشایی که خاطرمان، نقشایی که موافق طبع دلی من است که آن چیزی که من جمع کردم، ذخیره کردم، او را من روی صحنه زنده کنم. در شعر شاعران هم نقیزه می نوشتید اول. امروز بس کردید؟ اکو اینو وقتای جوانی بود بعضا از ذوق گفتم که من خودم در هر چی می سنجیدم. و از همان نقیزه ها چیز در یاد هست حالا؟ با همون شاعرایی که نقیزه گفتم یکم تاش از من خفه نشد. مثلا استاد بازار من بسیار اعتراف دارم اشعارشه. اما یک شعر دارم میگه که جانب روی تو رو گرداندم از چار سو، شاعری را چپگردان کردم از پشت رو. نظم را من در تپش آوردم چون نبض تو، میکنم جلد کتابم را عوض بر عشق تو. همین خیلی بهترین شعره. من گفتم دیگه طرف بردم. من به کخنی تو رو گرداندم از چار سو، دیگ آش را چپگردان کردم از پشت رو. زیربکش را در تپش آوردم چون نبض تو، میکنم گوشت و پیازم را عوض بر عشق تو.